پس باید علت ضررها و سودهایی که توی بازار کردین رو به صورت دقیق و بررسی شده یادداشت کنید. از ضررهاتون درس بگیرید و اون جایی که سود بردید از بازار رو به عنوان یک نکته ازش استفاده کنید. باید ببینید با چه کسانی وارد معامله میشید. با کسانی که پول زیادی دارن، یعنی دوست دارید با کسانی وارد بازار بشید که پول زیادی دارن و میتونن اون نمودار رو حمایت کنن و به بالا بکشونن، یا با کسانی که پول کمی دارن و بسیار هیجانی هن. این افراد زود از بازار خارج میشن. اگر شما با کسانی وارد بشید که پول کمی دارن و بسیار هیجانی هستن و تازه وارد بازار شدن، این باعث ضرر شما میشه. ما از یک سیستم کپی برداری استفاده میکنیم. کپی برداری از روی دست کسانی که پول زیادی دارند و وارد بازار میشن و چه زمانی وارد بازار میشن. اینو از کجا میشه فهمید؟ از روی استراتژی که من بهتون یاد میدم میتونید به این نتیجه برسید که کجا وارد بازار بشید. استراتژی خوبه که این اطلاعات رو به شما بده. استراتژی خوب هست که به شما بگه کسانی که پول زیادی دارند کجاها وارد بازار میشن. اندیکاتورها باید اینو به شما نشون بدن و همچنین تحلیل تکنیکال. استراتژی خوب هست که این اطلاعات رو به شما بده. اگر استراتژیتون زمانی شما رو وارد بازار میکنه که اونجا کف تقریبا محدوده کف کانال نیست یا کف قیمتی نیست، بدونید که دارید راه و اشتباه میرید. یا من نمیگم استراتژیتون اشتباهه، شاید نیاز به یک مکمل داره یا نیاز به تغییر اعداد و تنظیماتش هست، یا مثلا تحلیل تکنیکال رو باید به اون اضافه کنید. شما با فقط اندیکاتورها یا فقط با تحلیل تکنیکال به تنهایی نمیتونید استراتژی بسازید، بلکه مجموع اینها با هم در کنار هم و استفاده درست و تنظیمات درست به شما میتونه درست جواب بده و یک استراتژی قدرتمند بسازه. پس به تنهایی نمیتونید با فقط بگید تحلیل تکنیکال یا فقط دنبال اندیکاتور طلایی یا اندیکاتور معجزه‌گر نباشید که به شما استراتژی بده و به شما سود بده. اینجا جایی نیست که شما از کار کردن زیاد سود بیشتری ببرید، برخلاف ذهنیتی که قبلا داشتید یا بر اساس ذهنیتی که بزرگ شدید. هرچه معاملاتتون کمتر باشه سود بیشتری میبرید. هرچه بیشتر کار کنید کمتر سود میبرید و درصد خطاهاتون بیشتره. پس این ذهنیت رو در مورد بازار ذهنیتتون رو تغییر بدید و درست کنید. هرچقدر سیستم معاملاتیتون معاملات کمتری رو به شما نشون بده و زمان ورود کمتری رو به شما نشون بده، شما به نظرم کیفیت معاملاتتون بهتر میشه و بهتر عمل میکنید. دنبال کمیت نباشید. هرچقدر کیفیت بالاتر بره بهتر.